بیاین با قطار ببرمتون به شهر بری که 2 ساعت از تورنتو فاصله داره. ما اول رفتیم به سمت قسمت جنوبی این دریاچه، چون میگن اون قسمت از بقیه جاهای بری برای زندگی بهتره. یه نگاهی هم به خونه‌های اون اطراف انداختیم و قیمت اجاره خونه‌ها رو چک کردیم تا ببینیم اجاره خونه توی این شهر چقدر از تورنتو ارزان‌تره. و خب فهمیدیم قیمت یک خونه چند خوابه اینجا برابری میکنه با اجاره یک کاندوی کوچیک یک خوابه توی تورنتو. بعد رفتیم به سمت داونتاون این شهر که خب گویا یه فستیوال اوکراینی پر از رقص و آواز اونجا به راه بود. در کل من از این شهر خوشم اومد. داونتاون تمیزی داشت. تنها چیزی که تو ذوق میزد ساحل مرکزیش بود که شلوغ‌ترین ساحل اونجا بود و خب یکم کثیف بود. ولی هرچی از ساحل مرکزی دورتر میشدی سکوت و آرامش بیشتری رو حس میکردی. در نتیجه باید بگم اگر شما هم به فکر نقل مکان از شهر تورنتو هستین، شهر بری میتونه یه گزینه خوب براتون باشه.